سلام و درود دوستان عزیزان و تماشابینان گرامی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آن که ما صحبت شروع کنیم، یعنی امروز یک موضوع داریم با نام از دیسرنه تا ملاقات رحمانوف. و من نمیخواهم که اولا به عزت نفس کسی رسم، چون که طول چندین سال هست که من در همین راه مبارزه هستم. بعضی که همین رژیم رحمانوف من مبارزه بوده ایستادم و بسیاری نفرها میگویند که از دست شما چی کار میآید. برای اونه که من پیشکش شما بکنم چی کار، یعنی که به اصطلاح مردم تاجیکی یعنی اچادی هم که چی کار کردیم در این مدت سال 2018 همه ما و شما خوب شاهد حال بدیم. یک مسخره باز با نام نوریدین سعید در رادیو آزادی یک مصاحبه یا به اصطلاح یک اینترویو با زبان روسی داد و او اینترویو هم با زبان روسی داد و نیمش به زبان روسی بود و نیمش به زبان تاجیکی بود. و اون اینترویو یا که مصاحبه یا گزارش این نشر شد در شبکه رادیو آزادی، فقط در همون بین مقاله ها، یعنی که در یوتیوب نشر نشد. این نوار در یوتیوب نشر نشد. کسی که اگر در همون گوگل یا یاندکس اگر بدروید همون مقاله را میآورد، همون مقاله را که خوندی در همون بین مقاله بگیم که همون نوار نشر کنه. بعد از این نوار من به شبکه از اونجا گرفتم، به شبکه فیسبوک و یوتیوب نشر کردم. زیاده در بین یک هفته بود یا 2 هفته بود، خوب یاد ندارم، تقریبا 50,000 یا که 40,000 گرفته شد. و بعد این نوار نشر کردن، این نوار مشهور شد با نام لاتوکوبی کودک یا که با اصطلاحی لاتوکوپیزاسیون. و پس چند که همین علاقه چیکار کرد، در رسانه های خبری این چیزی پخش شد و حتی خودی بنده این خبر، این مصاحبه نوریدین سعید یعنی سابق وزیر معارف رو با برنامه صدای مردم پیشکش کردم و راوی برنامه صدای مردم برادر نوریدین رضایی بود وقت و اون نفرم گفت که این در موضوع ما نیست. خیلی خواهش کردم که همین موضوع رو میتوانید که چکار کنید نشر، و اون نفرم اصلا راضی نبود در این نشر کردن این موضوع. و خلاص چخله که اون نفر نشر کرد، امیره در هم پخش زنده صدای مردم نشر کرد و برای اثبات کردن اون نوار من میمونم و شما تماشا کنیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبت خودم. Я академик Киргаш, вазир Маориф. 15624 протокол был, я имею в виду соответственно органами протоколирования. Вот. 10035 родителей был отштрафован. Сумму, вот коллега только назвал, более 1 300 000 самонов. Систематически опоздание ребенка на занятиях. Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школу. Без подготовки придут на занятия. Не имеет тетрадь, ручка, книга и так далее. Без, пустыми руками идут в школу. Ну, есть и латукуби кудак. Да, со стороны родителей. И мы на это реагируем мы. Общественность реагирует нельзя. С собой ребенку берет, например, когда идет этот самый на миграцию, как ее там,
через 3 месяца вернуться, а ребенка не ходил в школу, без справки. И такие случаи иногда случаются, и такие случаи бывают. Поэтому несоблюдение формы одежды школьной или старшеклассников иногда собственные машины идут в школу. Мы реагируем. Ну и так далее и тому подобное. Из чего приходишь? Латукубация. Рирагуем. او کلمه ای کدوم زبان بود اصلا؟ این انی خیکی روسی نبود، توجیکی هم نبود، برای توجیکی نیست. در سطح وزیر میبروین این همی خیل ملت پس میزنن. آخه تو وزیر باشی، تو دیپوتات باشی، تو یک مسئولی دولتی باشی، فرضه در کلت که به زبان خودت گپ زنی. هیچ کس را مجبور نکرده است که برای به زبان انگلیسی یا اینکه روسی گپ زنی. زبان مادری تاجیکی شیرین قطعی گپ زن. حتی ادبی هم نه، به هر همون لهجه کدام همون چی میگن منطقه‌ای که هستی به همون لهجه شیرینی کلوبی است، به لهجه شیرینی مثلا که غرمی است یا که مثلا سغدی است یا پامیری است، هیچ کس نمیکشه را. تو وزیر هستی، ترجمان داری، ترجمان هم که نداشته باشی در کار شوه ترجمت میکنن، خودشون در کار شون ترجمان میکنن میوان. و این اول دیدید این تقریبا سالهای نمون 2018 بعد که همین نوردین سعید یک اینترویوی به زبان روسی داد و این رو ما در صدای مردم پیشکش کردیم و بعد همین برنامه چکار کردن علاقه باز هم مردم زیادتر این نوارهای نوردین سعید پیدا کردن و بسیار بحثان در شبکه فیسبوک همون شب روز میرفت و خلاص بعد از این سخنرانی وزیر معارف دیسرنت شروع کرد به جستجوی عالمان رژیم امروزه رحمانوف و همه ما و شما خوب شاهد حال بدیم که زیاده از 40 نفر کارمندان حکومتی رژیم رحمانوف همون رساله های علمی که داشتن همونها را میگم که دیسرنت چکو کرد رسانوی کرد که مثلا همین رساله از فلانی روز بست است یا از این بست است، حتی از خود فرزندی همین نوردین سعید و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و بسیار نفر را چکار کرد این رسانه بگیم که دیسرنت رسانوی کرد و اثر دزدی های آنها را چکار کرد فاش کرد و بحثا هم بسیار شد. خیلی در این بین چند سال گذشت حتی خود رژیم رحمانوف هم درک کرد این سخنو را، یعنی که دزدی های آنها را آشکار کردیم و بعد از این چندین علاقه 2 سال گذشت دیروز امام علی رحمانوف یک جلسه داشت ملاقات با زیایان، یعنی که با اهل علم و از این کارم یادآوری کرد، یعنی که و من اون نوار پیدا کردم و نوارم بسیار روزهای اخیر میبینیم که رحمانوف حتی همین ملاقات های خود چکا میکنه قیچی میکنه و بعد پیشکش مردم میکنه، چون که در اون نوارهایی که رحمانوف بگیم که سخنرانی میکنه با شپرگل که بعضا وقت بدون شپرگل که سخنرانی میکنه و در اونجا با خطاگی ها بسیار راه میدهد و روز 8 مارس یک نواری هم نشر شد تقریبا 30-40 دقیقه، اون نوار یک نشر کردن و باز از شبکه های فیسبوک و یوتیوب بازگیری کردن، یعنی همون شکل پوره را با گرفتن
و سبب چی است که امروز ما و شما را میترسانند از چی؟ از جنگ‌های صلح‌های 90. یعنی که رحمانوف میگوید که همین جنگ‌های 90 از همون بی‌سوادی سرشید یا که آنها خرافات پرستی و مله ها را در اینجا کرد، تنقید کرد که بسیارتر همون جنگ شهروندی از دست همین مله ها شد. یعنی که منظوری گپی که از دست همون بی‌سوادای مله ها شد. و پس امروز چرا که باز در دوام سخنرانیش با عالما را تنقید میکنه یا تحقیر میکنه که خیلی خفه نشوید، همه شما هم چی هسته؟ بی‌سواد هسته یا که دزدی اثر دزدی میکنه. و در این نوارم متاسفانه بسیار سخناشم قیچ کردم و شکل پورش هم میخواستم که دریافت کنم. من یک 30 دقیقه در شبکه یوتیوب پیدا کردم. خیلی شاید که در آینده فرد یا پس فرد اگر نشر نشود، چون که بسیار کانال های یوتیوبی را من مشاهده کردم، همین نوارهای رحمانوف چیکار میکردن، نشر میکردن و بعد اون نفرها و اون سایت ها یا که اون کانال ها چیکار کنن، محکم کرده شدن. و از همین لحاظ یک چند سخنی رحمانوف پیشکش شما میگردونیم و بعد برمیگردیم به ادامه سخنهای خودمون. فرمایش وای بکنیم، موضوع را بعد پیشنهاد بکنیم که همین موضوع در ماده جوت چند نفر اکادمی عضوی وابسته و پیوسته و کی ها همانده قوات طلب میکنیم که همین ها گذارد. ما با عالمان استعدادهای جوان، آنهایی که در حق جان فدای علم و باید دارد، راه را کشاده مذکر است. من تعلیق میکنم عالمای محترم ما دیزار خفه نشوند. من در تئاتر اپرا بالت در یک سال وای کرده بودم، با عالمان واخوردم و گفتم به حساب میانه سینی سالی اکادمیکای ما در مجموع در همان سالی که من تعلیق کرده ملاقات داشتم، همون هم در عرفه جشن وای بود. از روی انصاف نیست. این بود، این هست، چرا پنهان میکنیم؟ در دوران صاحب سلالی دانشمندان ببینید در اینجا رحمانوف اهل زیارا یا که علمایی که مثال تنقید میکند که بسیار اینجا گپ‌های هم گفت، ما کم ترکش برای شما پیشنهاد کردیم و اینجا میگوید که میبخشید خیلی شما یکون کار نکردید ایسوسه. بسیار همین تنقید هم کرد. من نمیخواستم که اون نوار همشه پیشکش شما بگردانم. از همین لحاظ باز هم در یک نوارش در همین سخنرانیش میگوید که بسیاری در طول 27 سال یا که بعد از استقلالیت ما چیکار کردیم؟ یکون کاری نکردیم. یعنی تمام اشیا را داریم غیر نفت گاز و چی؟ و متخصص نداریم. و پس سوال مطرح این است که رحمانوف خود از سالهای 92 اومدگی، خیلی به سال تحصیب نمینیم، از سال 94 طول 28 سال شد که در همین سر قدرت هستیم. خیلی 20 سال شما میگیم، این خیلی 8 سال شد بگیم که مینوس میکنیم، تحت میکنیم. و در طول 20 سال اگر که تا متخصص تیار میکردی و این روز فکر نکنم که متخصص ما تاجیکان مشکلی با متخصص داشته باشیم، چون که خودت همین ساختار ساختی، همین ساختاری کروپسیونری را یا که ساختاری یک نمیدونم اولادی را ساختی در همینجا دیگه. البته نفرها شرایطی نداشتن که بخونن و نفرهایی که اهل علم یا که دکتر بودن یا که پروفسور بودن و اون نفرها چیکار کردن؟ فرار کردن از کشور رفتن، چون که معاش خود میگرفتن یا که فشارها بالای اونها بود که یا که همون یک نفر یک کارخونه هوی میکرد یا یک کلینیک میساخت یا که یک دانشگاه میساخت، بالای اونهاش ما چیکار میکردیم؟ فشار میواده اون نفرها چیکار میکردن؟
از کشور فرار میکردن و دیگر کشورهای خارجی. و این بود گفتنی ها ایمان و نمیخوام که بسیار صحبت کنم و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.